السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک سوال عجیبی هست که هر انسان باید برای خودش سوال کند که از شنیدن تاریخ یا اینکه از خواندن تاریخ چی باید استفاده کند. هر کسی که این سوال جوابش بیاد انشالله بنویسه در ته. ما بعدی شروع میکنیم قصه را. بعضی برادرها طلب کرده بودن که بعضی قصه ها را با ما پیشکش کنیم تا اینکه ما از اون استفاده کنیم. یکی از همون قولهای امام شافعی رحمه الله میفرماید که هر انسانی که نظر نکند اگر در کتابهای حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله میگه لم یتبحر فی الفقه، میگه اون در علم فقه بحر نمیشد. میگه یعنی که بعد نظر کردن کتابهای حضرت امام اعظم رحمه الله بعد میتونی که متبحر در فقه شوی. و خیلی که امام مالک گفتم که اعتراف داد به فتواهای حضرت امام اعظم فتوا میداد. و از بیش ابن ولید اومده است که گفت ابو حنیفه رحمه الله از دنیا گذشت در زندان و دفن کرده شد در قبرهای خیرزان. گفت یعقوب این شیبه این که همو در حالت سجدش از دنیا گذشتگی بود. یعنی که ابو حنیفه رحمه الله در زندان گذشتگی از دنیا و در قبرستان خیرزان دفن شدگی است و اون میگه که در حالت سجده از دنیا گذشتگی به حضرت ابو حنیفه رحمه الله امام اعظم. اینجا قصه عجیب است که عبدالحکم ابن میسره میگه که نزدی مقاتل ابن سلیمان دا بدیم. پس یک مردی پیشی همو جماعتی که مقاتل ابن سلیمان گیرد کرده بودن شاگردهاشو بگیم که مریداش، یک مردی اومد. او ایسته میرفت نمیتونست که مقاتل ابن سلیمان یک از مفسرین کلان است آخی نمیتونست که او را ببیند. بعد این مرد نشید گفت که اگه راهی هست گفت آخی گفت مثلا که من برام پیش هم مقاتل ابن سلیمان قطعش گپ بزنم اگر که شما عدل بگین و چی بگین خیمیشه که من برام ببینم گپش بزنم. میگه 5000 آدم زیاد بود شاید میگه اونجا همین خیلی جماعتش کلان بود. پس مردم گفتن بعد گفتن بگذار گفتن مثلا پیش برم. اون مرد گفت که من در خوابم گفت دیدم یک انسانی رو یک شخصی رو بر مناره به یک مناره میبرامد و نیدا میکرد. میگفت که ای مردم اکی مرد سین مقاتل ابن سلیمان اقاکدیس است که در خواب دیدم میگه که یک انسانی آمد در خوابم و تاری مناره برآمد و گفت که ای مردم گفت نیدا زد. گفت این شب یکی از فقها میبرن. گفت یکی از فقها میبرن اون چی است من اهل الجنه گفت و اون از اهل جنت است. پس میگه حضرت مقاتل و روایت کردیستن مثلا که همو پس صبح شد سحر شد یکون کس نمورد. میگه از فقها میگه مگر میگه حضرت ابو حنیفه رحمه الله از دنیا گذشته بود. همون سحر وقتی که مرد خبر داد سین مقاتل ابن سلیمان میگه سحر کسی میگه کس مردگی نبود. میگه از فقها غیر ابو حنیفه رحمه الله. پس حضرت مقاتل ابن سلیمان گفت که این لله و این الیه راجعون. همین دعا خان هلک من کان یفرج عن امتی محمد صلی الله علیه و سلم. گفت که از بین رفت. گفت یعنی که بس بگن که از دنیا رفت روحش گرفته شد. او انسانی که مشکلهای امت محمد صلی الله علیه و سلم را چی میکرد برآورده میکرد. یعنی که در مشکلهای چی زندگیشان چی در مشکلهای دینیشان حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دائم در خدمت خلق مردم بودن. یعنی که بشارت هایی که در این بزرگوار در این حق اولیای خداوند بشارت های زیاد هست اما اون وقت نیست که او را به تفصیل همه قصه او را بکنیم. ما اصلا از شنیدن تاریخ از شنیدنی که ما یکم سوال داده بودیم از شنیدن تاریخ چی باید عبرت بگیریم. از شنیدن تاریخ چه استاد میفرمایند که اگر یکم شکستگی ها یکم هزیمه ها باشد ما باید اصلاح کنیم که برای چی شکست خوردن مسلمان ها و اگر یکم پیشروی ها باشه از او استفاده کنیم و هر خوبی هایی که باشه ما رو در زندگیمون جاری کنیم که تا اینکه ما از دنیا را بگذریم اگر از تاریخ ما دیگر رو استفاده کنن و در حق ما دعا و درود بفرستن. تاریخ شنیدنش برای اصلاح کردن آینده هست.
گذشت. بعضی مردمی هستن که در همینجا حوزی حتی نویستن که بعضی قصه های حضرت امام اعظم بکردیم، میگفتن که ای چی استفاده کنیم، یکم چیز ضرورت نشید که قصه کنی که همین قصه کردی، چون که از اون محبت نداره اصلا به حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله، شاید که کراهیت هم داشته باشد. اما از این قصه های این اولیای خدا ما استفاده و ساختن آینده خودمون ان شاءالله که چی میکنیم، استفاده میکنیم. الله پاک دوست داشتن اولیای خداوند در دل همه ما شما جا کند. السلام علیکم و رحمت الله.